در کشور مالزی مسلمانان، بودایی ها و هندوها یک زندگی پر از صفا و آرامش را در کنار همدیگر سپری می کنند. هندوهایی که در این کشور زندگی می کنند مکانهای مذهبی مخصوص به خود را دارند که باد و کیف یک از این جمله مکان هست. با داشتن زینه های رنگارنگش در جهان بسیار معروف است. جالبترین چیزی که در این مکان شما را مجذوب خود می کند یک مجسمه بسیار بزرگ از الهه لارد مورگان است که بیش از 42 متر ارتفاع دارد و یکی از بزرگترین مجسمه های مذهبی در جهان محسوب می شود. برای رسیدن به معبد اصلی شما باید از این زینه های رنگارنگ به بالا بروید که تعداد این زینه ها به 272 زینه می رسد. سالانه هزاران هندو از سراسر جهان برای برگزاری جشن تایپوسام به این مکان می آیند. نکات بسیار مهم برای بازدید کنندگان این است که لباس مناسب و پوشیده بر تن داشته باشند، چون اینجا یک مکان کاملا مذهبی است.